میگویند که بهترین فرزند غمخوار، بهترین مادر دعاگوی و بهترین انسان خوشمعامله می شود. انسانی که در جوانی به قدر والدانش نمی رسد و روزی تمام داراییش را از دست می دهد و در تنهایی نشسته فکر می کند که چی خطا کردم که به چنین روز رسیدم. همین طور پیش هر انسان، پیش هر عمل ناکام و بیقدر می ماند. انسانی که امروز دور از مهر و آغوش گرم مادر است می گوید من خاک نارسایم، مادر مرا دعا کن. موجودی بی بقایم، مادر مرا دعا کن. هرگاه که از تو دورم رنجور و بی صبورم. تو منشأ غرورم، مادر مرا دعا کن. من غرقه گناهم، بی پشت و بی پناهم. در پنجه بلایم، مادر مرا دعا کن. صد بحر را گذشتم، صد کوه را شکستم. کو حاصل جفایم، مادر مرا دعا کن. افسانه ها شنیدم، بر آسمان پریدم. امروز بسته پایم، مادر مرا دعا کن. با شیخ و شه نشستم، بر روی مه نشستم. گفتم که بی فنایم، مادر مرا دعا کن. من مست باده بودم، پست و فتاده بودم. چون کاه بر هوایم، مادر مرا دعا کن. از دست و پا فتادم، سر بر درت نهادم. دستی نیا کشاده، مادر مرا دعا کن. یک بار مرا دعا کن. از دل مرا دعا کن. مادر مرا دعا کن.